آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال که چون مهمان دیگه آقای استاد ترشابی هستن اگه خدا قسمت بکنه، و میخوام که خب هم بینندگان شبکه جهانی کلمه، هم بینندگان شبکه جهانی توحید و همه کسانی که در هر جا شاهد این برنامه هستن، نظر شما رو بدونم. بازم رو هم بحث عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. شما نگاه کنید این اتفاقات افتاد، مسجد شیخ فیض محمد شهید شد، مردم در مسجد مکی زاهدان به گلوله بسته شدن در 22 سال پیش که به قول شما الان حتی خاطره ها ممکنه به ذهن نیاد. باید ظاهرا همه چی به پایان میرسید، ولی امروز شما در برنامه شبکه جهانی توحید، در شبکه جهانی کلمه و سایر شبکه‌های توحیدی هر روز شاهد ده ها نفر هستید که شهادتین میدن و از خرافات و شرک برمیگردن. دورنمای آینده رو شما چگونه خواهید دید؟ ببین، کلمات مثل تخم میمونه، مثل بذر میمونه که انسان بپاشه، و خونها مثل آب میمونه که اونها رو آبیاری میکنه. بدون شک این خونهایی که ریخته شد مظلومانه به هدر نرفت، باعث بیداری جامعه شد و هاکذا این تلویزیون ها، این پیام ها، این گفته ها به هدر نخواهد رفت و باعث بیداری کل جامعه خواهد شد. یه شیخ فیض رو خراب کردن، خداوند 4 تا شیخ فیض جهانی ایجاد کرد. این دین پشت سرش خداست، این دین پشت سرش خداست، خدا پشتشه. نمیشه با کشتن از بینش برد، نمیشه با ترور، با کشتن، با خراب کردن چند تا مسجد، چند تا مدرسه، چند تا عالم، نمیشه این دین رو از بین برد. اگر میشد قرنها قبل باید از بین رفته بود. ولذا بهتره که تشیع با خدا صلح کنه، با خدا نجنگه. امروز تشیع با خدا میجنگه، با قرآن میجنگه، با سنت پیغمبر میجنگه، در زیر سایه و چتر امریکا. باید اگر شیعیان خودشون رو نجات بدن از رهبرانشون و به سوی قرآن بیان، حداقل نصف راهو طی کردیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خیلی متشکرم از محبت شما و از مهمانی شما. محبت کردید و شرمنده از اینکه خاطرات تلخ رو براتون یادآوری کردم. خواهش میکنم، سلامت باشین. اگرچه این خاطرات شما بیشتر از بنده در خاطرتون هست و یادشون دارید. خواهش میکنم، خدا حفظتون کنه، در پناه خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله.